سلام دوستان، ببخشید داشتم داخل انباری نگاه میکردم، یه مقدار سیم برق و وسایل قدیمی داشتم. خلاصه جلو دستم یه دفعه دیدم یه چیزی بود به اسم ویدیو، پخش ویدیو بود. به اصطلاح ویدیو برامون پخش میکرد اون واقع که اینا تازه هم اومده بودن. قبلا خود دستگاه خیلی بزرگ بود، به تا مکس بهشون میگفتن، خیلی سنگین بود، با فرغون جابجاشو میکردیم. باور کنید برای این گم نگیرنمون یه پتو مینداختیم روش، با فرغون جابجاش میکردیم اون موقع. ولی اینا جدیدا اینا که اومدن دیگه نه. الان خیلی هم کثیف و تمیزش کردم، خاکی بود، تو انبار بود، شاید حدوداً 15-20 سال من از این استفاده نکردم دیگه. خاکگیریش کردم که یه تجدید خاطره بشه. اینا هم بهشون میگفتن نوار جمع کن، که خیلی از دوستان یادشون باید باشه که فیلم ها که دیگه تا آخر میرفت، برای اینکه ما فیلم بعدی رو بزنیم دیگه، چون میخواستیم دستگاه میگفتن خراب میشه، تصمیمش ضعیف میشه یا موتورش، این دستگاه اومد البته در داشت. فیلم بتامکس، فیلم VHS میذاشتیم داخلش، میزدیم برق عقب جلو میکرد که خیلی هم سریع عقب جلو میکرد. اینم تمیز کردم. خوب گفتم این یه تجدید خاطره است، با هم دیگه به اشتراک بذاریم که با هم دیگه به هر حال یه خاطرات قدیم برامون زنده کنه. زدمش برق، اتفاقا سالمه، فقط باید تصمش عوض شد. نکن صداش هم بیاد، باید تصمش عوض شد. عوضش میکنم، دوباره یه فیلم خوب باش میگیرم. فیلم هم دارم، چند تا ویدیو هم دارم، فیلم های هندی مخصوصا باش نگاه میکردیم، اونا هم دارم، بعدا میذارم. فعلا